یاسومن 2 ماهه پدرش را همگی یک بار دیده است. حالا در خوابی ناز است و از چیزی خبر ندارد. اما خاندان او در ماتم نشسته است. پدر یاسومن روز 12 ایول در دوشنبه در بینای دادستان کل تاجیکستان با 4 تیر اتومات کلاشنیکوف کشته شد. تاجدین خلافی 26 ساله به همسرش شکایت کرده بود که خدمت سربازیش خیلی سخت می‌گذرد. از طریق تلفن یگان گپش نگفته بود. وقتی که روزی با رخصتی اومده بود، خانه‌مون اومده بود، رو تقریبا روز 14 پیش از خدمت رفتنش همه عذابایی که در خدمت دادنش، دیم بالا زدنش، در امون سنچستی امون چسب برتافتنش برای تحت نظارت دکترها بسته در اون جایی که میگفت که نگام نمیکنند. به خانواده گفتند که تاجدین خودکشی کرده است، ولی نزدیکانش باور ندارند. آنها حقیقت را دانستن میخواهند. در دهه اندراب جماعت ضربدار شهر کلاب اکثریت میدانند که تاجدین با زورآوری به خدمت حربی برده شد. او بچه ما پشت مای به طرف ای با طریق ایهوتاگیری هفتم در قپیدن بردن بچه ما را. ابلا و کدن بردن. ای را پویسکا به خونه را نمی اومد. همه یک بار اومد پویسکا گرفتن بردنش. ای کمیسی همو چی نگذشت عسکری. دیگه اینا 26 ساله شد. بچه ما دانشگاه را بود کرد. ابلا فقط ابلا و غم دادی را. ای را پویسکا نمی اومد. تاجدین در یکی از واحدهای گارد ملی 2 ماه به این طرف خدمت میکرد. شب فاجعه وی از محافظان بینای دادستان کل بود. وی دانشگاه کلاب را ختم کرده 1 سال پیش خانه‌دار شده بود و هنوز یاسومن به دنیا نآمده سربازی رفت. این هم یگانه عکس پدر و دختر است که اکنون به یادگار مانده است. در دادستان حربی منطقه هم گفتند که تفتیش پرونده تاجدین ادامه دارد، ولی جزئیات ندادند. رادیوی آزادی روز 17 ایول از کشته شدن یک سرباز در بینای دادستان کل تاجیکستان خبر داده بود. آن وقت نام سرباز معلوم نبود و مقامات این خبر را نه رد کردند و نه تصدیق. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه اندراب شهر کلاب.